میاییم به محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیاید این احساسات حضرت ابوبکر ناز گوش بکنیم و ببینیم که ابوبکر صدیق رضی الله عنه چی میگوید. در هجرت بوده میگه من بسیار سخت تشنه بودم میگه. پس یک چیزی ظرف کمی شیر بود به رسول الله صلی الله علیه و سلم دادم و به او گفتم که بنوش ای رسول خدا، اشرب یا رسول الله. ابوبکر صدیق میگه که فشرب النبی صلی الله علیه و سلم حتی ارتویت. عربی دونا میگه فشرب النبی صلی الله علیه و سلم حتی ارتویت. پیامبر علیه السلام میگه همه قدری که نوشید که من سیراب شدم. تشنگیم شکست. تشنگی ابوبکر صدیق رضی الله عنه با نوشیدن خودش نشکست، با نوشیدن اون حبیبش شکست. وقتی خودش تشنه بود دونست که اون کسی که من دوست می‌دارم اون تشنه است. اول به او را دادش. میگه وقتی که نوشید تشنگی من شکست. تو دمی نوشید که تشنگی من شکست. میگه همه خیلی نوشید که من تشنگی میشکست. او باید تشنگی، کسی که می نوشد تشنگی او میشکنه. ولی محبت بین که حتی همچون خودش میدونیستش. این محبت نسبت پیشوا، نسبت استاد، این تعلیمات صحابه و این تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این ذوق، این جمال محبت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ببینید که خوردن او را خیال میکنه خودش خورده شده است. احساس میکنه که او که خود خلاص دیگه خودش فراموش کرده. حتی صحابه هایی بود، یکی از زنهای صحابیه ها میبروید وقتی از غزوه میگردن، میگه که در تقریبا غزوه احد بود که میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه حال دارد؟ میگن که شوهرت شهید شد. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم حالش چیست؟ میگن پسرت شهید شد. برادر چند نفری از نزدیکاش میگن او هوشش هست رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی فهمید که رسول الله صلی الله علیه و سلم ساق و سلامت هست، بعد گشت در فکر این شوهر و فرزند و ایناش گشت. بین محبت ها. اینها چیزی هستن که ما میگیم به دهان ولی اونها با وجود شو زندگی کردن. یک فرزند یا که زن سرش درد میگیرد خلاص دیگر خواب نداریم ما، ولی اونها از دنیا رفتن هوشش هست رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول من خبری رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیرم که اون چی خود داره، سلامت برگشت یا نه. همه اینها دیگر فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این تعلیم گرفتگی مکتب محمد صلی الله علیه و سلم یک زن بود. خب باز مییم یک حالت دیگری هست از ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ما در برابر این محبتی و نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کدام مسافه قرار داریم، نزدیک هستیم یا که خیلی دور هستیم. تعجب نکنید که آنها از نفسشون دیده رسول صلی الله علیه و سلم زیاد دوست می‌داشتن. روزی فتح مکه بود. ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام آورد. تا این وقت پدرش اسلام نآورده بود. پدری ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابو قحافه
تا فتح مکه را اسلام نآورده. روز فتح مکه اسلام آورد و اسلامش خیلی دیر شده بود، نابینا شده بود. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگیرد اون را پیش پیامبر علیه السلام میارد تا اینکه اسلامش اعلان بکند، با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت بکند. پیامبر علیه السلام گفت یا ابوبکر هل ترکت الشیخ فی بیته فذهبنا نحن الیه. پیامبر علیه السلام گفت ای ابوبکر این مسفید بیچاره را به جا آوردش، در خانه نموندش، ما خودمون پیشی میرفتیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینید کدام رهبر، کدام امپراتور بگیم، کدام پرزیدنت میخواهد پیش یک نفر عادی که امروز گپی او را گرفته است، تا امروز ضد او بود، در عقیده او نبود، میگه ما خودمون پیشش میرفتیم، نموندش در همون خانه میستاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت نموندی مسفیده، تشویشش نمیدادی، ما خودمون میرفتیم در خانه پیشه. ببینید که ابوبکر صدیق رضی الله عنه طلبه این مدرسه محمد صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ لأنت احق ان یؤتی الیک یا رسول الله، تو حقدار هستی که پیشت بیان ای رسول خدا. پدرش گفته تو دست میگه که تو حقدار هستی که پیشت بیان یا نه؟ لأنت احق ان یؤتی الیک یا رسول الله. وقتی که اسلام آورد، ابو قحافه اسلامش اعلام کرد، ابوبکر صدیق رضی الله عنه گریان شد و گفتن که ای ابوبکر چی گریه میکنی؟ امروز روز خرسندی است، پدرت اسلام آورده است، پدرت مسلمان شد، روز شادی و خرسندی است. با این اسلام آوردنش از آتش دوزخ نجات یافت، چی با تو گریه داری؟ ببینید که ابوبکر صدیق چی میگه؟ لأني كنت أحب أن الذي بايع النبي الآن ليس أبي ولكن أبو طالب. ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه که من میگه دوست می‌داشتم که کسی که پیامبر علیه السلام امروز بیعت کرد و اسلام آورد، این پدری من نمی‌بوده، ابو طالب می‌بود، امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. او اسلام نآورد ابو طالب. لأن ذلك كان سيسعد النبي أكثر. اسلام آوردن امکش ابو طالب پیامبر علیه السلام زیادتر خرسند میکرد از این اسلام آوردن پدری من. اون چیزی که پیامبر علیه السلام خرسند میسازد بیشتر، اون برای من محبوب تر است از این چیزی. گرچنده که پدرش هم به اسلام آورده بود، این باید خرسند میشد، ولی گفت کاش که در جای پدر من ابوبکر که ابو طالب میبود که اون اسلام میآورد، این پیامبر علیه السلام بیشتر خرسند میساخت، خرسندی حبیب خدا می‌جستند. برای خرسندی بیشتری حبیب خود ببینید که حتی تمنا کرد که در جای پدر من ابو طالب میبود. سبحان الله. این محبتی صحابه های کرام رو ببینید که امروز انسان گاه پدرش از همه بالا دوست می‌دارد، برادرش از همه بالا دوست می‌دارد، ولی جایی که دوست داشتنی هست این است به چی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک کسی که سبب نجات دنیا و آخرت می‌شود.